یه شب سرد زمستونی همه قولای ملا رو به خطر انداخت. اما ملا مثل همیشه فرداش کاری کرد که هیچ کس انتظارشو نداشت. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون مثل همیشه خوب باشه. امروز اومدم با یکی دیگه از داستانهای قشنگ مولا نصرالدین. یه شب سرد زمستونی مولا نصرالدین از خواب بیدار شد و دید بخاری خاموش شده. رفت دنبال هیزم، ولی چشمش افتاد به سماور داغ که بخار چایی بالا میرفت. بوی چای به دماغ ملا رسید. با خودش گفت یه فنجون چای کوچیک که چیزی نمیشه، فقط برای گرم شدن. چایی رو خورد و گفت آها، فقط همین یه بار بود. صبح روز بعد شاگرد دید ملا توی دفترش نوشته روز جدید، دوباره از صفر شروع کردم، ولی هنوزم توی مسیرم. ملا لبخند زد و گفت افتادن مهم نیست، فقط باید یاد بگیری دوباره بلند شی، حتی اگه یک فنجون چای توی دستت باشه. اگه لغزیدی خودتو سرزنش نکن، دوباره شروع کن. پایداری یعنی ادامه دادن بعد شکست‌های کوچیک. شکست واقعی وقتیه که از نو شروع نکنی. هر روز صبح یه فهرست جدید برای دوباره بلند شدن داشته باش.